یادمون باشه که منیت به ما چی میگه. منیت به ما میگه حرف من درسته. منیت به ما میگه حق با منه، و یا میگه من اشتباه نمی کنم. باید تک تک ما منیت رو بشناسیم و مهارش کنیم، چرا که در وجود همه ما هست. وقتی میگم در وجود همه ما، یعنی همه آدم ها، مخصوصا همه رهبران سیاسی. پس اگر میخواهیم موفق بشیم، اگر میخواهیم از نیروی بیکران همبستگی بهره ببریم، از هر گروه و دسته و حزبی که هستید، از رهبرانتون بخواهید که معنی همبستگی رو یاد بگیرن. ازشون بخواهید که معنی پذیرش و احترام به تفاوت‌ها رو یاد بگیرن. ازشون بخواهید به جای مهم بودن برای ملت ایران مفید باشن. ازشون بخواهید که حذف کردن رو از الفبای فکریشون پاک کنن و حامیان فرد ملت ایران باشن.